ماینکرافت، اما من میخوام بدوارز بازی کنم و ببینم چقدر میتونم دووم بیارم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به سرور خفن تیرکس ماین، یه سرور ایرانی و کرک، و بریم توی سروراش بدوارز بازی کنیم. این قسمت بدوارزه که 800 نفر بازیکن داره و الان اینجا قسمت بدوارز، این قسمت لابیش یه حالت آپدیت تور شده. ما قراره 3 نفرش رو انجام بدیم. قسمت 3 نفرش بریم بدوارز جوین شیم و کاملا به موقع هم جوین شدیم. 12 نفر از 12 نفر توی 5 ثانیه دیگه شروع میکنیم. بزن بریم. خب من یه خورده میدونم توی این قسمت یه خورده صبر میکنیم تا یه خورده آیتم به دست بیاریم. خب همه چی آیتم میخواستیم به دست بیاریم: یه شمشیر آیرونی، یه دونه لباس آهنی و یه دونه یه ذرم پشم. خب همه رو پشم بکن. بزن بریم. بدم که هیچ کدومتون محافظت نکردین ازش. خب من یه خود اینجا پشمش میذارم تا کامل قشنگ اینجا باز حداقل یه پوششی داشته باشه تا بعدش بیایم اون موقع بهتر دیفندش کنیم، دفاعش کنیم ازش. خب قرمز که داره احساس میکنم میاد سمت ما، ولی من میخوام برم به قسمت وسط تا ببینم اون تو چه خبره. مپش هم بدک نیست، چیز جالبیه. بذار بریم این طرف ببینیم چه خبره. یه خود حمله کنیم به جای دیگه، یه خود بریج بکشم به این سمت. بچه‌ها دنیای بدوارز خیلی چیز باحالیه. خب یه خورده دیگه. یکی حمله کرد داره حمله میکنه به ما. کاشی جرأت داری بیا جلو، جرأت داری بیا جلو، ما رو میزنی؟ بمی حال کردین؟ بلد نیستن اینا اصلا اینا حرفه‌ای نیستن در برابر ما. مثلا بریم این طرف هم بدوارز خیلی چیز سختیه، قشنگ به چند قسمت تقسیم میشه. خب بذار بریم وسط ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خب اینم از این. بریم اینجا. بدمون رو زدن. چرا؟ یو اول فرق اومدم. من ناامید بشو نیستم. من یه بار دیگه میام شروع میکنم و این دفعه بهتر عمل میکنم. بزن بریم. این دفعه خوراکم بدوارزه. این دست دقت و پیشه میکنم. بزن بریم. 3 2 1 بزن بریم. خب یه خود از این آیتم رو جمع کنم دوباره. خود جمع شدم. بزن بریم. یه شمشیر آیرونی، یه خورده از اینا. این دفعه اندستون هم خریدیم. این دفعه فقط میخوام از بد محافظت کنم که کسی نیاد بزنه. این دفعه فقط میخوام از بد محافظت کنم تا کسی نیاد بدو بزنه. بلاک اندستون جزو بلاک‌های قدرتمند بدوارده و خیلی سفت و محکمه. ما هم یه عالمه قرار ازش بخریم و کل بدو فقط با این بپوشونیم. خب این قسمت هم از اینجا این شکلی. خب بزن بریم بازم آیتم جمع کنیم تا بتونیم اندستون بخریم. خب الان 32 تا داریم آهن با 5 تا هم 4 تا هم از اینا. یه خود دیگه صبر کنیم بعدش میریم. خب دیگه چی؟ تموم شد. بزن بریم. خب دوباره باز میریم اندستون میخریم. بعدش خود پشمم میخریم تا داشته باشه. تو اینجا چی کار میکنی؟ بمیر. خدا وکیلی عشق کردین چجوری زنبلش کردم. چقدر با ذوق و شوق اومده بود خواستش پیککس بگیره از بیس ما تا بخواد بده ما رو بزنه. بود بلد نیستن اینا، حرفه‌ای نیستن. یه خورده دیگه من برم اندستون جمع بکنم. خب آهن فکر کنم یه خورده دیگه از طلا هم جمع بکنم بتونم یه زره هم بخرم. آره یه دونه دیگه گلد به من بده، یه دونه دیگه. خب بسته. بزن بریم که یه دونه زره هم واسه خودمون بگیریم. خب زره آهنی. بعدش دوباره باز اندستون هم که خریدیم، پشم هم که خریدیم یه عالمه. بزن بریم بپوشونیمش قسمتو. اینم از این
این قسمت، اینم از این، اینم از این. خب هنوز 18 تا هنوز 18 تا واسم مونده. تو برو اون سبزه رو بزن، میخواد بیاد تو بیس ما. خب اینم از اینجا. اونجا قرمز داره میاد بهمون حمله کنه. بابا ما رو ول کنید، پدر ما رو در آوردین. نزدیک بود یه سبز بیاد اینجا و افتاد، ولی چه بد شانس بود، بدبخت بنده خدا. خب دیگه بقیه‌اش هم با پشم میپوشونیم که حالا باز نتونم بیان روش. یه روکش پشم هم میزنیم. خب این از این. اینجا هم از این، اینجا هم بپوشونیم. تموم شد. خب بزن بریم یه حمله نابی هم داشته باشیم. بچه ها حتما اگه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین پیج ما رو سابسکرایب بکنید و یه کامنت و یه لایک هم بکنید. دمتون گرم. خب آخ. خب اینجا رو به گند کشیدم سبزو. بدوکا جان اینجاست. یه جلو ببینم، یه جلو جورت داری؟ بیا این جلو. میگم جورت نداری. بیاین میخوام با همتون مبارزه کنم. این قرمز رو میزنم. بمیر کثافت. بمیر. کی داره منو میزنه؟ ها قطع شد. ناموسم سابسکرایب کن.